پات به جز لگد، قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم عایدش نشده بود. مثل اینکه همه اونها دشمن خونی اون بودند و از شکنجه او لذت می بردند. عرق سردی تمام تنش رو فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و کیفوری بود. نزدیک غروب 3 کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می کردند، چون بوی پات رو از دور شنیده بودند. یکی از اونها با احتیاط اومد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده، دوباره پرید. این 3 کلاغ برای درآوردن 2 چشم میشی پات اومده بودند.